که صدای بچه زاهدان و سیستان بلوچستانو که نه کفش داره، نه آب داره، نه شناسنامه داره، نه مدرسه داره، میره تو چادر میشینه درس میخونه نمیشنوه، ولی رزق و روزی حداد عادل رو انقدر زیاد میکنه که برای بچهش مدرسه خصوصی بسازه که خدا نیستش. خدایی که صدای آقازاده رو میشنوه و ماشین 50 میلیاردی 20 میلیاردی میندازه زیر پاش بدون که زحمتی بکشه میشنوه، ولی صدای اون کولبر بچه 13 ساله که تیر مستقیم میره میشینه وسط قلبشو نمیشنوه خدا نیست. خدایی کردن بلد نیست. حداقل یه چیزو خوب فهمیدیم، ما یه دونه خدا نداریم، خدای آدمای دورو و کثیف داریم که مثل خودشون رفتار میکنه، هر روز هم رزق و روزیشون رو بیشتر میکنه، بهشون هم قدرت میده. خدای آدمای فقیر و ضعیف هم داریم که مثل خودشونه، صداش به جایی نمیرسه، مثل خودشون ضعیفه. خدا گفته ما شما رو برابر آفریدیم، دروغ میگه، یه سری‌ها رو برابرتر آفریدیم. دم شیطان گرم که سجده نکنه.